Репа ма соли 2013 сар карда будам. Барои публика небу, барои худ мехондум, мегем нами ягон рӯз инсофка монда. Ма худам мегем дар оилаи санъаткор ба дунё омагӣ, мақсад дар як оила ва дар як авлоде ки мақсад бигем дар дуруни тавлак дитору ямахаву пианино калон шудагиам. фикр мекунем ки алҳол репотон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ютуб ҳастай. чаро хоҳиш намекунед ки мисол репотонро дарид кунанд? мисол ҳамо инсоное ки дар каналошон ҳастанд, бародаротам ба фикрам мисол шиносу ҳастанд. хуб, як саволи дигаре ки меган Фатҳиддин на ишқиш таркиш кардагар ба ҳамин сабаб репхон шудагар. Чӣ гуфтани даи? ҳозирам реп гӯш мекунӣ? Ма дурӯғ намегӯм. Як чизае, ма дар дуруни репериё меравам, ҳама медонад. Ира любой кас медонад. дӯстони азиз, алҳамдулиллоҳ мо ва шумо мусулмон ҳастем ва албаттара ки бояд наворҳои тарбиявӣ ва исломӣ тамошо кунем то манфиате гирем, на зарар. ҳар боре ки шабакаҳоеро баҳратон муаррифӣ мекунем, ҳамагӣ иншоаллоҳ ки исломӣ ҳастанд, тарбиявӣ ҳастанд. як шабакаи дигар бо номи дунёи ҳикмат, ман ссилкаша дар зери ҳамин видео мемонам, дар омада обуна шавен, дастгирӣ кунен. иншоаллоҳ ки ин барои манфиати мо ва шумо ҳаст. ва бародарои азиз, бисёриҳо дар инстаграм ва одноклассники ки барои реклама муроҷиат мекунанд, аз сабабе ки камтар коромон зиёдтар аст, дар он ҷо дер ҷавоб мегардонем. ана ин рақамҳои ватсапи студияи мо ҳастад. ҳар чизере ки дар реклама гузоштан хоҳем, дар ана ҳамин рақамҳо муроҷиат кунен. дар ин рақамҳо танҳо ватсап кор мекунад. худо ёру мададгоратон. барномаро ба ҳазр тамошо кунед. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان و هموطنان گرامی قدر. امروز دیوم برنامه رپ رو توبه کرد با برادر عجمستان، بسیاری میشناسند، فتحیدین برادرمون. انشاءالله که از این برادر پرسان میشویم تا آخر تماشا کنین. پیش از سوالها را جواب گفتن، دوستان عزیز، این برادر یک شبکه داشت در همین یوتیوب به نام عجمستان، شاید که بسیاری‌ها بدونند. الحال در اون شبکه کار نکرده ایستاده است. شبکه الحالش چشمسار. مثل که در زیر همین ویدیو میگذارم و در یوتیوب هم با همین نام زنین میبروه دورین آبونه شوین. بسیاری میدونین که برادرمون مثلا رپ توبه کردگی است و فقط نوارهای اسلامی میکنه. مثل که در زیر ویدیو حتما در اومده آبونه شوین. خب سوال‌ها رو شروع میکنیم. خب اول یک خود رو معرفی میکردی برادرم؟ شاید که بسیاری ندونم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر برادر عزیز، خودت معرفی میکنی دیگه. چی معرفی میکنیم؟ کانال عجمستان بود، در اون کانال برآمد میکردیم. خیر میشناختگی و میشناسن. خب سلامت باشه. خب سوالا را شروع میکنیم. یکم سوال همین است که شما کی رپ سر کردین و چند سال رپ خوندگین؟ رپ ما سالی 2013 سر کرده بودم. 2013 سر کردگی بودم، یک سال دوام داده بودم. میگی خیلی میگنم جلوی خودم میشناختنم. یک سال دوام دادگی بودم، با بس کردم. با رپ بس کردم، بعد دیگه رپ نخوندم. میگی خیلی بداگدم، ذوقش در دلم خیلی مقصد میخوندم، خیلی برای پوبلیک نبود، برای خودم میخوندم. میگم نمی یگان روز انسافکا مونده. خب سلام. میخوندم. بعد 2018 با سر کردم. 2018 سر کردم. آخرای بگیم اولای 2019 بگم ایش هم یک سال دیگه آبش هم ویست خیلی در پوبلیکا بگوی 2 سال بگیم پوبلیکا نکی اما خیلی شید کی مقصد بسش کردیم ده. خب سوال دیگه، چرا شما رپ انتخاب کردین و کی شما را رپ خون کرده که؟ مرا هیچ که رپ خون کرده نیست. من خودم رپ خون شدگیم. من سال هر چیز ده حالی ممکن برادرو خیلی فکر کردن که چی با خیلی ها که رپ یا که مثلا در تایم تریسیم باشه. رپروی که رپ سر کردن، رپروی که رپ آغاز کردن و با رپ خونی شروع کردن و یا کسایی بودن که بگیم نه 15 سالگی 16 سالگی این خیلی بر وقتش ای 10 سالگی بگیم همین چیز سر کردن.
ما خودم میگم در اویلای صنعتکار به دنیا اومدم مقصد در یا اویلا و در یا اولاد کی مقصد بگیم در درونی تاولا که دیتورو یا مخا و پیانینا کلونش داریم این موسیقی هم خیلی تاولا چیدا برابر بگیم هم زمانی خوردی در گوشای ما میرسید مقصد یکون کس نه زاوقش هم بگیم آموختگری هم بگیم مقصد دوزی خیلی آدم موزی بر در یک پوستین آفریقا پارت شد در دستش چوب تش کار کردن میگرده و همون چیز در طبیعت هوای میشینه هم خیلی شیدگی بود که مثال ذوق بود ذوق پیداش نمیخواد خون. خب از رپ چی فایده مالیوی دیدگی هستی و چی ضرر؟ رپ چی فایده مالیوی یعنی که مبلغ مالیوی خدا شویده یکم فایده مالیوی دیدگی نیستم. ضرر چی ضرر دیدم آخه نمی بگیم 50 سم 40 سم 60 سم 100 سم 100 سم دام داجی ضبط کردیم در استودیو دادم راست خود چیده سوختم راپول کردم با استودیو رفتم اومدم مگابایت ما راست خود کردم در اینترنت پارت افتامش هم خیلی ضرر رو دیدم. ضرر دیدی فایده ندیدی؟ ها فایده ندیدی و ضرر دیدی؟ نه ضرر دیدم فایده ندیدم. خیلی اگر با نشاطی چی بگوی چه بگم زیاد ضرر دیگه چمیه که مثلا گناه گرفتم. خب کی سبب شد یا چی سبب شد که رپ باز کردی؟ کی سبب شد یا چی سبب شد؟ یک کامنتار یا آدم سبب شد و او کامنتار را اکما بهونه نمیکنم که این منوی همون چیز نه که وای چیز سبب کلام بوده میتونه. وقتی که مثال رپ میخوندم راستی گپ خیلی مثال نه امی من معلوماتی موسیقی و اینکه نوتا فهمیدن امی چیزو خوب میفهمیدم داشتم. بعدا برادر عزیز ما نشید میخوندم خیلی در پوبلیکانه خودم نشید میخوندم یا کم خیلی و برادر یک کانال صدای زنده داشت دو درک بود گفت دای موکی دو کانالش رپر رو میقاپید نوکی ری بخونین مقصد رپر آواز زنده قطعی میپرتو با ما هم خیلی گفتم عادش کردم که من در کانال تو میخونم با آواز زنده گفت مالی با یه روزی سودم خمی الهامی که خداوند در قلب موار گفتم بیا ما در کانال تو نشید میخونم میپرتم در کانالش با آواز زنده یا نشید خوندم پرتوفتیم مردم همه گفت که رپ در این چیز خوبه رپ در این چیز خوبه خطی ای چیز ما را بسیار وقت میگفتن که مثال به پوبلیک هم میگفتن آوازی که خداوند تر داده برای وای نیست و کامنتر ما برادر گفت ما مثال گفت ما رپ هم گوش میکنم گفت ما خما گفت آدم سویت ها اینا میگیرم ما خودم گفت رپ نغز میبینم نه که گفت همه آوازی تر خداوند برای رپ نداده مقصد نشید در نشید سر که با هم فکر کردم کم کمک میخوندم تم بیولو چی در کاره با همه چیز برای سیگا یک ضرری بیزه دیگه داشت باور که چی میگن سختی بد پشیمونم سختی بد چی برای که وقتی که به همه چیز ما بگم سخت دل دادم رپ خوندم خداوند ببخشه بسیار چیزای قرآن آیات‌های قرآن چیزایی را که من حفظ داشتم و ذهنی تیز داشتم بسیار چیزا ما فراموش کردم. سلامت باشه. فکر میکنم که الحال رپوتون در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب هست. چرا خواهش نمیکنه که مثال رپوتون رو دارید کنن؟ مثال همون انسانایی که در کانالشون هستن برادرات هم بفکرم مثال خشینوسو هستن. اگه شاید که در همین شبکه‌های وای باشه نمیدونم کی در واسطه اینه که من میخوام نام تا بزنی میبره در شبکه‌هاشون. از بسیار ده تا اشتراک کردگی در کانال اکش ابوزای یا تگش در کانال کدومی هست نمیدونم وای کیای و می سه تا بگم باشی با فکرم دتاش در کانال اکش ابوزای راستی گپ چی بگم برادر به یگون دروغ همین چیز در کلام من اومده بود یگون وقتی نوست تو گفتی تو که خیلی باید خواهش کرد. سلامت باشه. آیا همین بحث کردن رپ شیمون هستی یا نه؟ راست شب بگم ده نموده نگاه که وقتی که رپ بس میکنی تو مثال قوا خونده و چیزا تو داو چیز مثال داشتی تو امکانیتایی داشتم که بگم یک گلودم نداشتم میده مثال وقتی که اول چیکادگی بودم یگون وقت میستم یگون کسا میبینم که و یگون پیشروی زور کردم مثلا یگون رپ زور نمیشه یگون چیز زور کردگی کو خیلی همون یا حسای دلی ما خیلی انسانیت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شیطان
дар қалби шумо аз тарафи пушти қалбтон ва аз тарафи чапи қалбтон нишастааст ба монанди магасе. Ҳар гоҳ ки шумо лағжише кардед неше баро мезанад ва бар шумо яъне ғолиб мебурад. Мешава ягон вақте ки мегӯм ки мисол нигоҳ ки барои фоида дар худиш не ма ягон фоида недаги нестем айреб. خیلی میشم میگم که ما اگر بس نمیکردم ولی خیلی میشتم مرانگی نام خیلی میکنم و یا خیلی وسوسه شیطان ایکو خیلی دادیل یا پشیمونی را شیطان میاره این هم خیلی آدمیزاد طبیعتی نم خیلی شیطان میاره همون چیزا نکی با میسم میگم الحمدلله میگم این خداوند شکر الله که مرا هدایت کرد خیلی میشوا نکی خیلی پابالشوم شدم ما پشیمون نیستم بس کردنش آره بس کردنش پشیمون نیست نه سوال دیگر با انسان‌هایی که نو رپر شدنی هستند یعنی که ذوق رپ خوانی دارن چی توصیه می‌کنی؟ آدمایی که نو رپر شدن اما قد چیزا توصیه می‌کنم که مثال چخیر من در عزت نفسی هیچ کنم میرسم نه که مثال در شکل کول میفهمونم مثلا یک چیزای برادرای عزیز یک گپ میگم مثال از جهت خیلی من در عزت نفسی هیچ کنم میرسم نکی مثال در شکل کول میفهمونم مثلا یک چیزای برادرای عزیز یک گپ میگم مثال از جهت اسلامی بگیم مثال برای همین چیزا خوندن عموما مثال همین وابشه همین موسیقی مثال همین چیزا سرکار گرفتن نزد الله تعالی نگور میشه مثال یه روز تا اون چیزا بگیم بول در دلت میمرم را بسش میکنی همین لوبوی کس باشه بسش میکنه یه روز همین چیزا نه که این چیز همین خیلی که همین میگن که هر یک چیزی باید یا پریمیر بگیری اکما خما پریمیر نمیگم برای اون کسا چی گفتن هم قگاب میگم که مثال ما خوندم ما سرکن ضررش همین بود مثال ما ذهنم تیزی بود در حفظ کردن قرآن کریم مثال بسیار آیات‌ها را اگه به شکل کول سوره ها را فراموش نکردم نه که به هر حال نقص در تلاوت کردن قرآن در حفظ کردن قرآن بسیار چیزا را از ذهن ما برد برای که ما در این چیز مشغول شدم یک بعد دیمش همین که باور کنیم بسیاری بچگی همین چیز خیلی که سال 2005 4 6 اینا تو 13 نیسته که بگیم خیلی همین چیز نبود اگه خیلی نمیاد بسیاری بچگی با همین قمه که همون قوا و انرژی که برای رپر شدن شما صرفش میکنین میتونین یک کانتنت دیگر هم اصلا مشهور شدن باشه با خودت را یک از بشناسا بره همیشه و مثال اگه رای را انتخاب کنی که همین بگیم اگه انسان گفتن نمیتونه پاگه چی با سر میوه نه که پشیمون نشه نه در دنیا نه در آخرت نکردنش خوبتره تو باوری داره که همه رپرستایی که از رپ میخونن روز پشیمون میشون کورشون در دنیا یا در آخرت در همین دنیا در دنیا خیلی او میدونیش خیلی های در همین تاجیکستان در تایستان ها همش پشیمون میشم لو بایتاش نه که امریکا میبود خیلی دیگر چی میگفتم برای که اکه های مثال مسلمان نیستن اکه مثال بسارش هم رپریستوش همین سبب شاید خب یک سوال دیگریه که میگن فتح دین عشقش ترکش کردگه به همین سبب رپ خون شدگه چی گفتنی دایی؟ عشقم ترکم کردگه؟ شخصی میگه دوست میداشت ترکش کردگه به همین سبب این رپ خون شدگه یا کمیتر خوندی یا گون؟ یا ما خدم گفته استعمال کرد ای فکری خدمت نه ما بگویی که مرا عشقم ترک کرد ما برای عشقم رپ سراش دم نه ما با خداوند ببخشه اولین با بگیم رپی که ما خوندگیم این خودش نامش دو فرشته بود درباره دو فرشته که در وقتی مردن در بالای سرت میآید دو فرشته بود نام اولین ترکی که ما مثلا در پوبلیک ها ما مثلا پرداختم همه نه مقصد هم دیدن چخ یگون کس این نامش دو فرشته بود ما برای رپی میگم مثال عاشقی خوند نخوندم نه یا گله خوندگیم یا خودم را دیگه مثال گله دخترایی که نامشون نمیدونستم درجه دربارشون خوندگیم یکی ما برای اون کس دوست داشتن نه آخه شوخی بود حاضرم رپ گوش میکنی ما دروغ نمیگم یک چیزه ما در دنیای رپ میرم هم میدونم اینا لوبو کس میدونم با میگم لوبوی چیزی که امی قلب انسان رو الله اول خداوند هدایت کنه خداوند با هدایت از یاد کنه دور میکنه میدونی چه خیلی های امی ای بطلاق
یک کبره خیلی رنگی ملخ پیدا برآمده نمیتونی تو میبری به هر حال یا پوچه ریسک کدگی خیلی اوست و چی میکنی و نشنیده نگوش کردن نمیشه برای که ما خیلی میدونی که دیسول کار و فعالیت میتونه اول قطعه دو دیخدو بود قطعه دو دیخدو کار بکنم اوجا دا که امی قلبی ریب نه بگیم اوجا انا خای از شکل خدا قطعی برادری کار کیسان که مثال وایام سر کار برای دوران برای همی چه نفهمیده میشه مثلا یک چیزایی تو تلفنی وای موندگی خیلی کار کیسه تو دستگیری کیسه ها ما گفتگیم 40 بار 50 بار 100 بار با میگم ریب حرام مثال و خداوند اگر هدایت کنه مثلا این چیز الله بنداش نجات ده چون که این چیز حرامه و زیانش در دنیا هم هست در آخرت هم هست نه که ترا نمیتونی که بکش تلفن تا لو بوی چیز با دعوت استا میشه. خب سوال دیگر سلامت باشه. خب سوال دیگر همه که بسیاری از همین رپ سرایان میگن که رپ ما با فایده هست به انسان هایی که مثلا ما در جز مثلا سخنان تربیت که میگیم به اونها فایده میرسونه. آیا تو فایده میبینی در همین با خوندن رپ؟ بله. نه مثلا فایده به دیگر کس میرسونه همین رپ یا نه اگر که سخنی تربیوی هم باشد؟ اکی گپای نگاه کن. امی مثال میگن که مثال ای رپ ما ها یگون کاستا یگون نصیحت میشه یگون چی میشه نگاه کن. رپ مثال با بسیارش سخنان قبیل داره این حرامه و وایش موسیقیش قطعی بود دو وینای حرامه نه که حاضر جامعه میدونی چه خیلیش دگیه امی جامعه هم خیلیش دگیه که باز مطرح میفهمونم امی یک جدا یک مثال رمای گوسپند باشم مثلا اینجا مرد جوانو که بچکو شاید بایی تشبیه وارده نیستم مثلا پروسم مثال واردیسم امی یک گله گوسپند های همون گله گوسپند مثلا در همین جا بشینی بگردیم بگوی اونا میگردن تیاق همگی طرفشون میدوی احوزی این همه درویان در کمیتر رپر میرسن ای بدبخت میبری از خدا اونا میترسی بدرو چی که یک کار خوب که او اینا ما گشتیم شگرونه الو میکنی پرسموترو که رپ دوره سخن خدا و پیغمبر امورا ندوره ایچسا خودت نغز میدونی بگذار ایدانی کدام میبفهمانش سخن الله و پیغمبر دخته که تو قصه میکنی تیچسا نقل میکنی این همی خیلی هست من نمیگم برادرای خیلی مخلص و برادرای که دوست میدارن گوش میکنن هست این مکسیموم 10,000 آدم های یعنی 10,000 گرو با گواریا دمی اودیتوری تاجیکی آدمایی که سختی بعد ای تحلیل میخوام 20,000 آدم زیاد نیست وایش هم خیلی هر دیگه از کامی دارن کوبینیم چی گفت با میبرویان پرسموتری کلیپ رپ میبینی و خداره و مردم اگر چند به گوش کاز من سوال خیلی سوال تر کشاد گفتن که با ای سوال نمیگیریم هم خیلی بیام با هم جامعه درم مردم یعنی حاضی اگر باید بگه که من خیلی کدوم ما رفتم در تای دوم شما ما خیلی کدوم عرق خوردم غلط دیدم سرم کفید من دیگه کار نمیکنم تربیت میگیره جان میگه آه حضور نه که برای او بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمود خداوند چنین گفت او در قلبش خیلی حاضی نم خیلیش دیگه فایده کلو نداره و نه که اگر بگن که مثال ایگه ما یگون برای که چون هم خیلیش دیگه خب ما که فکرم همه که ما که با یگام رپر مثال دشمنی ندارم مثال همش برادر همو داخشون دوام میکنیم که خداوند هممون رو هدایت کنه اولا مثال یگام چه بدبینی و یگام کسجام سخت نرسد وقتی که اگر هر چند یکی سخن حق هم در داخل همین رپ باشد ما فکر میکنم یگام ذره فایده ندارد چون سخنرانی طرز گپزنی اونها با معنی سر انسان هم مثلا دیگه بخیا یک چیز اگر همی رپ بگوی خداوند میگه که ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون و یک جا ما کنید حق رو با باطل و پنهان ما کنید حق رو دیده و دونسته در سوره بقره میگه یعنی حق با باطل ارلش نکنین این گپ راست و این چیز ما سبب گفتن نمیتونم که دبرو کار شما خوبه شما با همین کارتون که بگیرین و یک فایده که داره و جامعه را بگیم که با یگون روی خوب نه با یگون روی نگ میبره این گپ در نظر ندارم همین گپ در نظر دارم که هست هم خیلی انسانایی که همین چیز برای خودشون میبردارن با یعنی که با فکر عقیده خودشون ولی در حقیقت بگوی وقتی حق با باطل یک جای شد ایو یگون فایده و خیر نیست. سلامت باشه بهترین سخن‌ها. البته که مثال برنامه ما است شخصانی که ما رو تماشا کرده استودین شما هر کس به خود نکشد یک برنامه که مثال برادر رپ توبه کرد
همین خیلی برنامه یک تا دیگه گذروندیم با این برادر و چندین برادرایی که مثلا همین از راه گشتگی هستن و پشیمانی خشونه گفتگن که ما پشیمان هستم که ما همین کار کردگی هستم، من رپ خوندگی هستم، سخت پشیمان هستم. یک تا برادر دیگرش مثال به نزدیکی نوار میگیریم که میگم از یاد است 40,000 سامان راست خود کردگی هستم، یک سامان در خود دیدگی نیستم و از همه روزم ماندگی هستم. شکر خدا در بهترین کار هستم. بله، حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میگه هر چی را به خاطر خدا ترک کردی خدا از اون بهترش نصیبت میگردونه. خب ان شاء الله خداوند هممون هدایت کند، کسی از ما خفا نشه و یک برنامه خدای رو مددگار است.